از این بلندی سیدشاه غفورов جوان 22 ساله از ناحیه کوشانیان خود را به رودخانه وخش انداخت و دیگر بیرون نیامد. غواصان و ساکنان 20 روز است که او را پیدا کردن نمی توانند. در یک ماه بار دوم است که در همین قسمت وخش جوانی غرق می شود. در یک ماه اخیر زیاده از 20 نفر در ولایت ختلان غرق شدند چون به گفته مقامات در موضع‌های خطرناک آبازی کردند. قانون درباره مسئولیت پدر و مادر را کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید مردم را از خطر غرق شوی آگاه میکنند ولی بی‌اعتنایی زیاد است. این همش از بی‌مسئولیتی پدر و مادران که در کل دریا و جایهای خطرناک موضوع خطرناکی که جریان آبش به نهایت تیز است جوانان بی اهمیتی کرده به شناوری مشغول شده جان خود را از دست دادند. شهر باختر با بیشتر از 130,000 اهالیش گرمترین شهر در جنوب تاجیکستان است و یک حوض شناوری هم ندارد. برای همین ساکنان خود را به هر نهر و دریای خروشان میزنند. نیست دیگه چیکار کنن خودم اونا همین ابانیا میبرن سرشون میمونن در فرقی کم میرن. و از در اکثر شهر و نواحی ختلان نیز همین است. حوض شناوری تشکیل کرده شود خوب می شود که هم فرزندان ما شناوری را می‌آموزند و هم از بیهوده‌گردی و در کل دریاها در جاهای خطرناک در موضوع خطرناک شناوری کرده جان خود را از دست نمی‌دهند. ختلان گوشه گرمترین تاجیکستان است و غرق شوی ساکنان در آن نظر به دیگر منطقه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. اکثر آنها در رودخانه وخش که از چند ناحیه می‌گذرد غرق می‌شوند.